قشلاقکی من بوی چپاتی دارم، قشلاقکی من بوی چپاتی دارم، شیرینی شیرینی توتی دارم. و از چوبی درختی ده در هر خانه، گوهره سبزی ملکوتی دارم. در زیری سفیدار بود خاکی پدر، در زیری درختی توت خاکی مادر. صد دسته گرفتن عزیزانی مرا، ریشه خیشتن درختان در بر، درختان در بر، درختان در بر یاری. آن کو که می نماید اندوهی من، آن ابری هوا خیالی انبوهی من، بارانی سیریش می برد بر وطنم، بارانی سیریش می برد بر وطنم. در آن آهی من است، آهی من است، آه وطنم، آه وطنم، جان وطنم. در کوچه خاکی روانم همشم، در توتی قطاری صوفیانم همشم، در حولی کودکی اما دیویه آه، در حولی کودکی اما از دانه آه. من دانه توت می تکانم همشم، من دانه توت می تکانم هم. استادی ختم معلمی یکی تو بود، یکی تو بود، آه وطنم، آه وطنم، جان وطنم. کو روزی دوباره دیدنی من وایم، یک شدنی قلفی خانه تنهایم، روزی که به دست مالکم تازه کنم،
عینک چشم شیشه درهایم چون عینک چشم شیشه درهایم آه وطنم خداوند ارز و سما که جان و تن آفرید سخن گفتن را بر زبان آفرید چنانی که میگویند. اول اجازه دهید چرسن از نام خود از نام این گروه انیس همه شمایان را با این روز خوشبختی اکی فرهاد جان تبریک گفتنی هستیم و در آینده تمامی خوشی های زندگی را آرزومند هستیم. بگذار همیشه سربلند باشید، سری خم و چشم بد را نبینید، چنانه که شاعر بزرگ میگوید الها تا جهان باشید شما باشید، زمین و آسمان باشد شما باشید، با یک دل و با یک جان و با دو جگر و با دو شیش دعاگوی شما الها همه ما باشید. زنده باشید. تشکر زیاد برای بحری همه پدسنان غریب که امروز در دولت روسیه هستیم. برای همه پدسنان برای شما زنده باشید، سری خم و چشم بد رو نباشه نبینه، الها تو جهان باشه شما باشه. پدسنان غریب میخوام که همیشه در دل تو غم نباشه و در دل تو همیشه شادی باشه. چی گفتی پدسنو؟ بله که همه شما پدسنای جوان سرود موفق طلبای شدیدم دل بر دل دار من سخنرانی آید شدیدم دل بر دل دار من سخنرانی آید بر لب لب دیوار سخنرانی آید بر لب لب دیوار سخنرانی آید برای ایستاده باشی